خوش اومدیم به پرشیا پاتبخش. بریم یکم بیشتر در مورد آقای طالقانی بدونیم. خیلی جالبه که توی سالگرد وفات آقای مصدق تنها سخنرانی که مورد رضایت تمامی احزاب بود همین آقای طالقانی بود. به خاطر همین میگن صدای وحدت بخش اوایل انقلاب بودن ایشون. و همچنین خود مجاهدین خلق به ایشون میگفتن پدر طالقانی و وقتی هم سران مجاهدین خلق قبل انقلاب کشته میشن ایشون براشون گریه میکنه و وقتی هم که بهشون خبر میدن که مجاهدین خلق از دین زده شدن و دین رو کنار گذاشتن ایشون گفتن ما چیکار کردیم که اونها به این راه کشیده شدن. وقتی هم آقای طالقانی بعد انقلاب نامزد مجلس خبرگان قانون اساسی میشن حدود 2.5 میلیون رأی میارن که هنوزم یه رکورد حساب میشه و بیشتر از آقای بهشتی و منتظری و بنی صدر حتی رأی میارن و حتی ایشون به قانون اصل ولایت فقیه رأی نداده بودن و این قانون رو 2 روز بعد مرگ ایشون تصویب کردن تو کشور. و همچنین ایشون اولین امام جمعه تهران بودن و همون موقع پر جمعیت ترین نماز جمعه های تهران همون موقعی بود که آقای طالقانی اینا رو برگزار میکرد. آقای طالقانی فقط چند هفته تونستن نماز جمعه ها رو برگزار کنن تا تقریبا 19 شهریور سال 58 که صبحش با سفیر شوروی ملاقات میکنن و شبش بعد شام مثل این که حالشون بد میشه و در اون زمان هم تلفن‌های خونه‌شون قطع بوده و حتی محافظانشون هم نبودن. حالا نمیدونم چی جوری بوده. و ایشون جالبه که توی آخرین نماز جمعه تهران که 16 شهریور بوده یعنی 3 روز قبل این اتفاق گفته بودن که بعضی آقایان میخواهند با حزبگرایی و گروه جمع کردن جلو بروند و این نمیشود. اینقدر به مردم ظلم نکنید. و حتی میگن درخواست کالبد شکافی هم داده بودن خانواده آقای طالقانی اما به دستور خود امام خمینی این کار صورت نگرفت. صدها بار من گفتم که مسئله شورا از اساسی ترین مسئله اسلامی است. حتی به پیغمبرش با اون عظمت میگوید با این مردم مشورت کن، به اینا شخصیت بده، بدان که اینها مسئولی، بدانند که مسئولیت دارن، متکی به شخص رهبر نباشن.